خب در این قسمت میرسه به بخش سوم مسابقه، یا همان بهتر بگم جملات سخت در مسابقه کی میخواد میلیونر بشه. آقا با شما نیستم، میدونم میخواید میلیونر بشید. تحمل داشته باشید. میخوایم بیان دوستان شرکت کننده رو در این مسابقه مورد آزمایش قرار بدیم، ببینیم قدرت بیانشون در چه حدیه. خب دوستان قرمز و آبی آماده هستید؟ دستا روی زنگ. جمله ای رو خواهم گفت و هر گروهی بتونه اونو 5 بار تکرار کنه برنده است. دست 5 بار. خب جمله اول: منوچهر با یه بقچه پر تربچه توی باغچه خورد پیازچه. آفرین. تربچه با منوچهر باز تو باغچه خورد یه باغچه رفت تو باغچه. ای منوچهر باغچه تربچه باغچه تاغچه توی باغچه رفت بخوردش پیازچه. آقا جان بس، متشکرم. بله. شش بار گفتی؟ گروه آبی. بله. منوچهر با تربچه توی باغچه یه تربچه منوچهر با دوستان چرا اینقدر فشار میاری به خودت آخه؟ تربچه به تو چه که منوچهر به تو چه؟ ببین دوست عزیز، منوچهر با یه بقچه پر تربچه توی باغچه خورد پیازچه. یه بقچه تو تربچه منوچهر یه بقچه. بله آماده باشید برای جمله دوم. آماده باشید. شیشلیک شنسل شیشلیک. گروه قرمز. ششلک شهرک شنسل. آقا چرا شیشلیک شنسل شیشلیک. گروه آبی. شیشلیک منوچهر توی باغچه تربچه منوچهر باغچه رو گرفت تو شیشلیک. اون نه شیشلیک میدونم شیشلیک منوچهر تو باغچه خورد باغچه بله دوستان زیاد به خودتون فشار نیارید، قدرت بیانتون خیلی بالاست. شما میتونیم دو بار بگیم کافی. دو بار بگید. شما حتی دو بار رسایت به دو بار دارید. بله. جمله سوم: کارل و لورل کارها رو رله کردن. کارل و لورل کارها رو رله کردن. لورل کارال لورل. آقا نه چی را انداختی برای من؟ کارال لورل. آقا کارل و لورل. گروه آبی شما. بوگو. کارل و لورل کارا رو دلوگو رله کردن. رول کارل و لورل. رولر شیشلیک منوچهر برداشت گفت که توی تربچه باغچه منوچهر شیشلیک منوچهر گفت منوچهر به رولر میگه منوچهر به رولر میگه که تو شیشلیک تو بعد برد تو باغچه منم خودم میرسونم. بعد پیاز چرا میشین؟ پیاز نه منوچهر پیاز نمیخوره آخه من. بله دوستان متاسفانه من عرض کنم شما فقط اگر یک بارم بگید ما امتیاز رو یک بار بعد امیدوارم بگید. خب جمله بعدی: دست راست ماست سوسه. گروه قرمز دیگه خیلی راحته. دست راست ماست سس ماست گفتی؟ دست چپ زده. چی داری میگی دیگه؟ دست راستش سوسیه، دست چپ با دست چپش ماست میخوره. اجازه بده گروه آبی. ماست کنده دست نه؟ ماست دست. سس کنده دست نه؟ دست. چی دست راست کنده؟ چپ کنده؟ مالا بزرگ بگم چی دنم چپ کنده؟ من میگم رولر دست راستشو شیشلیکی کرد گفت که منوچهر می دست ماستی واسره تو بیایم باغچه بگیر شخ بدن شیشلیکش انشالله خوب به عمل باید. تربچه بار نکردی که منوچهر گفتم اون چیکار با همون چی ربطه داره. دوستان اگر نصف خطم بگید من قبول دارم. نصف دیگه آب خوردن. غولا رو با قند گول میزنن. خیلی راحت. دولا را با غولی قند میخورن. غولی چیه؟ رولا چیه؟ تو میگی غول چرا آقا غولا رو با قند گول میزنن. غول با چای با قند میخوره. غول چای اجازه بده. لولا خورد. درخت سرامیست. بله. رولر تو دست راستش یه غول بود. غول قند برداشت گفت که منوچهر توی تربچه رو با
غول منوچهر با غول داشت توی تربچه شیشلیک میخورد. منوچهر شیشلیک رو بخورد غول با گفته منوچهر غول تو دست راست رولر یه غول دست راست یه رول منو نصف جمله نواسه هنوز؟ نه نصف جمله منوچهر؟ نصف نگیم من میدونم منوچهر غوله خورد کلمه بگیم کلمه بگو جنم منوچهر دوستان فقط من یک عددی رو میگم شما اونو تکرار کنید 6666 6006 آقا ای به زشته که شماره تلفن منوچهر آقا کدوم منوچهر؟ منوچهری که غوله رو گرفته بود تو دست داشت رول تربچه داشت رول منوچهر برد. بله بینندگان عزیز مسابقه ما در این مرحله به پایان میرسه. به طور جریان تعریف کنم نگاه بکن منوچهر بجو داره رولر پالو خب دست راست میان اگر ماست بمانه غوله اونو خوره پس بهتره که شیشلیک رو قوز داریم بشیم باغچه میان آقا دوستان شرکت آبی قرمز آبی اجازه بدید. بینندگان عزیز همونطور که به اطلاع ما رسوندن گروه آبی که 1,200,000 ریال تا مسابقه قبلی برنده بود در این مسابقه هم مبلغ 800,000 ریال بهش تعلق گرفت و جمع مبلغش رو به 1,500,000 ریال گروه آبی و 2,000,000 ریال گروه قرمز تا الان برنده شدن. تا برنامه بعد کی میخواد میلیونر بشه. به امید دیدار.